اسپیرولینا نوعی جلبک سبزآبیه که در دریاها و اقیانوس‌های مناطق گرمسیری رشد میکنه. محلی که آبهای اون سرشار از کربنات و بیکربنات هستند. این جلبک در آسیا، آفریقا، خلیج فارس، آمریکای جنوبی و آمریکای مرکزی یافت میشه. و اما فواید اسپیرولینا: این جلبک بیش از 60% پروتئین داره، سرشار از اسیدهای چرب مانند امگا 3 و امگا 6 هست که باعث رطوبت رسانی پوست میشه و یک منبع غنی از فیبر که سلولهای پوستی رو تغذیه و رطوبت رسانی میکنه. این جلبک حاوی ترکیبات منحصر به فردی مثل املاح معدنی، ویتامین هایی مثل آ، ای، کا، ب کمپلکس، لیپیدها و خواص آنتی اکسیدان است. شرکت سیستاب جلبک لیان جنوب مفتخر به تولید، کشت و فرآوری این گیاه در آبهای نیلگون خلیج فارس شده. این شرکت موفق به دریافت گواهینامه نان جی ام او با تاییدیه ACS کانادا است که این گواهینامه به معنای ارگانیک بودن محصولاته. این نشان این اطمینان رو برای تضمین سلامت مصرف کنندگان میده که هیچ گونه ارگانیسم اصلاح شده ژنتیکی تو پرورش جلبک اسپیرولینا مورد استفاده قرار نگرفته. و اما اسپیرولینا ماده اولیه ماسک‌های پودری و ماسک‌های پودری اسپیرولینای هیدروژلی لدورا هستش. این ماسک‌ها در انواع مختلف برای نیازهای پوستی متفاوت تولید شدن و وجود جلبک اسپیرولینا در کنار ترکیبات این ماسک‌ها اونها رو به محصولات شگفت‌انگیز تبدیل کرده. در این بین ماسک پودری ضد جوش موفق به کسب گواهینامه بین‌المللی نچرال کازمتیک با تاییدیه ACS کانادا شده و کسب این گواهینامه به این معناست که فاقد ترکیبات مضر و نگهدارنده ها هستند. این ماسک ها نه تنها به سلامت مصرف کننده صدمه نمیزنند بلکه ترکیبات محصول سازگار با محیط زیست بوده و قابل برگشت به طبیعت هستش. مرسی که تا اینجا با ما همراه بودین. امیدوارم این ویدیو براتون کاربردی بوده باشه.